افزایش توجه به دوچرخه‌رانی در شهر دوشنبه نقطه‌های اجاره دوچرخه را زیاد کرده است. برای سیر و گشت یا اجرای کارهای خود با دوچرخه دوستداران زیادی آن در نزد نقطه‌های اجاره دوچرخه بعضا نوبت می‌پویند. یک ساعت اجاره دوچرخه 10 سومانی است. بسیاری آدم هستند که برای سپورت برای مشق آدمایی هستند که جمع میشوند با دوستانشون میان همه کسا ویلیک میگیرن ویلیگرانی میکنن. با پیدا شدن نقطه‌های نوی اجاره دوچرخه شمار دوچرخه سواران هم در کوچه‌های مرکزی دوشنبه بیشتر به نظر میرسد. رحمان علی 72 ساله تلاش میکند بیشتری وقت دوچرخه رانی کند. او میگوید هم نقلیات کم مصرف است و هم به صحتیش فایده دارد. اما اقرار میکند که اکثرا از حرکت در راه‌ها با ولاسیپد میترسد. راننده راه نمیتونن گو وقت اومده پیشتون میستاد. اگر جبور نزدیک باشه در این جبور میپریده. اکثری آنهایی هم که میخواهند در شهر دوچرخه سواری کنند مثل رحمان علی از نبود راه‌های موافق شکایت میکنند. یه خیلی جاده با پیشخود نیست جای های کردن با بسیار ماشین با چی خیلی پرایولا نرشد میکنن تزای میکنن برای بسیار خیلی های کردن در بانی آدمونه. این یگانه پیروهای مخصوص برای دوچرخه‌رانی در شهر دوشنبه است که در کوچه شیرینشاه شاه تیمور واقع است و طوری می‌بینید در اینجا علامت هم گذاشته شده است و این راه با یک خط سفید از راه پیاده‌رو جدا کرده شده است. اما متخصصان میگویند این راه که همگی 2 کیلومتر مسافت دارد به طلبات جوابگو نیست. محمد سعید شراپوف مربی اید به ورزش دوچرخه‌رانی از نفرانی بود که برای جدا کردن راه دوچرخه‌رانی در جاده‌های پایتخت تلاش کرد. شراپوف میگوید به سبب نبود راه‌های علاهیده تنها در سال جاری 3 عضو کلوب دوچرخه‌ران‌ها زیر چرخ ماشین ماندند. به دلیل نبود راه و همین طور به خاطر بی‌خطری خود دوچرخه‌ران‌ها اکثرا مجبورند در راه‌های پیاده‌گذر حرکت کنند که این هم تهدید برای ساکنان است. ما مثل دوچرخه‌های ورزشی داریم ولی راه‌هایی که مخصوص برای دوچرخه‌رانی است جوابگو نیستند. حالا ولاسیپدرانی در تاجیکستان بیشتر خاصی آنهایی است که در فکر بهبود سلامتی خود هستند و آنها اکثرا بعد از کار یا وقت خالی دوچرخه‌رانی می‌کنند. مشاهده می شود مقامات تاجیک هم با راه اندازی مسابقه های عمومی ولاسیپدرانی سالهای اخیر می خواهند توجه ساکنان و کارمندان اداره و مؤسسه ها را به دوچرخه‌رانی جلب کنند. سال پیش روز 5 می در کشور معرکه یک روز ولاسیپدرانی اعلان شد. ولی به گفته متخصصان با راه اندازی چنین معرکه ها نمی شود به مقصد رسید. نبود راه و امکانیت به تاکید آنها مانع مورد استفاده عمومی قرار گرفتن ولاسیپد و همین طور رشد این نوع ورزش در تاجیکستان شده است.